درود به دوستان عزیز. آقا ببینید نتیجه چسبکاری بیش از حد در سیستم گرمایش یا سیستم خنک کننده ماشین مثل رادیاتور و اینا منجر به این میشه که چسب میاد جلوی عبور آبو میگیره و باعث داغ کردن ماشین میشه. خواهشاً خیلی دقت کنید. اگه اورینگا رو عوض کنید و اورینگ نو بندازید هیچ احتیاجی به این همه چسبکاری نیست که باعث بشه ماشین مدت‌ها داغ بکنه و آمپر بره بالا. که ما هی بررسی کردیم تا رسیدیم به این که دیدیم بله توی قسمت لوله‌ای که مربوط میشه به رادیاتور بخاری ماشین یه همیچی افتضاحی پیش اومده و جلوی جریان آبو میگرفته. همین باعث میشه که ماشین داغ کنه. از دوستان خواهشمندیم که این مقدار چسب نزنن، اینو دقت کنن. ببینید این باعث شده که جلوی عبور آبو میگرفته. با سپاس فراوان خدمت دوستان.